الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام نووی رحمت الله علیه در ادامه روایاتی که در باب مراقبه آمده، روایت بسیار زیبایی رو و توصیه بسیار گرانبهایی رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردند که امروزه بیش از هر زمانی ما مسلمانان نیازمند این توصیه و راهنمود رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. این روایت از ابو ذر هست، عن ابی ذر جندب بن جناده رضی الله تعالی عنه و همچنین از ابی عبدالرحمن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنهما، دو نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این روایت را نقل کردند. عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، نقل کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت و اتبع السيئة الحسنة تمحها و خالق الناس بخلق حسن. سه جمله بسیار کوتاه اما پر محتوا، توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم. اتق الله حیث ما کنت، توصیه اول: هر جا که هستی و هر جا که باشی از الله بترس. اتق الله حیث ما کنت. تقوای الهی یعنی انجام دادن دستورات و باز آمدن از منهیات الهی. واجبات شرعی رو انجام بده و از محرمات شرعی پرهیز بکن. این معنیش هست تقوا. اتق الله حیث ما کنت، هر جا که هستی پایبند دین باش، نه تنها فقط در جمع مردم و در ملأ عام پایبند باشی، اما زمانی که در خلوت هستی پایبندیت کنار می رود. اونجا دیگه مسلمان واقعی نیستی. در محضر مردم گناه انجام نمی دهی، اما وقتی که در خلوت رفتی مرتکب گناه می شوی. نه، اتق الله حیث ما کنت، هر جا که باشی از الله متعال بترس. و اتبع السیئة الحسنة تمحها، و بعد از بدی نیکی را انجام بده که نیکی بدی را پاک می کند. در پی بدی و خطایی که از تو سر زد یک نیکی و عمل صالحی انجام بده که نیکی بدی را پاک می کند و از بین می برد. یعنی عمل نیک تو کفاره می شود برای گناهی که انجام دادی. ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها بدی ها را پاک می کنند. و خالق الناس بخلق حسن، و با مردم با اخلاق زیبا و شایسته برخورد کن. اخلاقت را نیکو بگردان. و خالق الناس بخلق حسن، و با مردم بگونه‌ای پسندیده و زیبا رفتار بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت سه جمله کوتاه فرمودند، اما بسیار زیبا و بسیار مفید هستند. اولی در مورد حقوق الله هست. اتق الله حیث ما کنت. و دومی در مورد خود انسان هست. و اتبع السیئة الحسنة تمحها،
هرگاه بدی رو انجام دادی نیکی رو انجام بده که او را پاک بکند. سومی در مورد بندگان الهی هست. و خالق الناس به خلق حسن، با مردم به گونه‌ای پسندیده برخورد بکن. الله متعال برای انسان مسلمان فرصت‌های زیادی رو قرار داده. همین که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که و اتبع السیئة الحسنة تمحها، موارد بسیار زیادی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. این نماز تا نماز دیگر، این جمعه تا جمعه دیگر، این رمضان تا رمضان دیگر، یا این حج یا عمره تا عمره دیگر که در روایت دیگر اومده، کفارة لما بینهن، اینها کفاره گناهانی ها خواهند بود که در این میان و در این وسط انجام شدند، به شرط این که انسان از کبایر پرهیز بکند. وضو یکی از کفارات هست، نماز از کفارات هست، روزه و زکات و حج و بقیه موارد. اتبع السیئة الحسنة تمحها. راهکار را رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما نشان داده. این کوتاهی از خود ما هست که میگذاریم گناهان ما تلمبار بشود، جمع بشوند و زیاد بشوند و نهایتاً قلب ما را سیاه بکنند که در نتیجه توفیق توبه از ما سلب می شود. علتش این است که ما این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را نادیده گرفتیم. در توصیه بعدی می‌فرمایند که و خالق الناس بخلق حسن، با مردم با اخلاق نیکو رفتار بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق نیکو را که یک مؤمن اخلاقش زیبا باشد نشانه کمال ایمان قرار دادند. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل ترین مؤمن و کامل ترین مسلمان کسی هست که اخلاقش زیباتر باشد. پس بنابراین ما باید سعی بکنیم که تمامی این توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم را مد نظر خودمان قرار بدهیم. در حدیث بعدی که عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل کرده، باز هم توصیه بسیار زیبا و با ارزشی هست که یکی از اسباب سعادت و ابزار راحتی و آرامش در دنیا هست. خیلی از کسانی که بر این حدیث عمل نمی کنند در دنیا آشفتند، افسردند، همیشه ناراحتند، پریشانی هایشون خیلی زیاد هست، آرامش قلبی را تا حالا تجربه نکردند. یکی از توصیه هایی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم به عبدالله ابن عباس، به عموزاده خودشون فرمودن. این هست: انا ابن عباس رضی الله عنهما قال كنت خلف النبی صلی الله علیه و سلم یوما. یک روزی من پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مرکب و حیوانی سوار بودم که ایشان به من فرمودند یا غلام، ای پسر. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه بچه کوچکی بودند، نونهال بودند. حتی در هنگام وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم 15-16 سال بیشتر عمر نداشتند. ای پسر بچه، اینی اعلمک کلمات، من به تو چند مطلب رو، چند کلمه و چند حرف رو من به تو یاد میدهم، اینها رو خوب حفظ بکن. چند توصیه هستند از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم به یکی از اهل بیتش عبدالله ابن عباس که پسر عمویشون هست. فرمودند احفظ الله یحفظک، الله را حفظ کن تا تو را حفظ بکند. احفظ الله تجده تجاهک، الله را حفظ کن که الله را پیش روی خودت میبینی. احفظ الله یعنی دین الهی را حفظ بکن، بر اوامر الهی پایبند باش و از نواهی الهی اجتناب بکن، طاعتها را انجام بده و از گناهان پرهیز بکن.
این معنی حفظ الله هست یا حفظ دین الهی هست. ان تنصر الله ینصرکم، اگر الله را نصرت کنید یعنی این که دین الله را یاری بکنید. احفظ الله یعنی دستورات الهی را انجام بده، مراقب باش. یحفظک الله، الله متعال در مقابل تو را حفظ می کند. احفظ الله تجده تجاهک، الله را حفظ بکن، در هر جا الله را پیش روی خودت خواهی دید. یعنی تو مراقب دین الهی باش و الله مراقب تو هست. و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. هرگاه سوالی داشتی از الله سوال کن، نیازهایت را فقط از الله بخواه. تو که نیازمندی صرفاً در بارگاه و درگاه بی نیاز اظهار نیاز بکن. با انسانهایی که مثل خودت نیازمند هستند هیچگاه اظهار نیاز نکن. اذا سألت فاسأل الله، هرگاه خواستی سوال بکنی، چیزی را بخواهی، از الله بخواه. و اذا استعنت فاستعن بالله، و هرگاه نیازی به کمک داشتی صرفاً و فقط از الله کمک بخواه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارا ما صرفاً و تنها از تو کمک می جوییم. پس بنابراین هرگاه نیازی داشتی از الله طلب کن و هرگاه طلب کمک کردی از الله متعال بخواه. کسی دیگر که خودش نیازمند هست نمیتواند که نیاز تو را اولا برآورده بکند و دوما اگر برآورده هم بکند تو همیشه جلوی روی شرمنده هستی. پس بنابراین هرگاه که سوال کردی، چیزی را خواستی، از الله متعال بخواه. همیشه این دعا را بکن: اللهم اغننی بفضلک عمن سواک، اللهم اغننی بفضلک عمن سواک. پروردگارا به فضل و لطف خودت مرا از دیگران و از بندگانت بی نیاز بگردان. اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. و بعد از آن یک نقطه محوری و اساسی دیگری را رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشزد کردند: واعلم، این را بدان، به خاطر بسپار، ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، اگر تمام ملت و تمام امت جمع بشوند و بخواهند که به تو نفعی برسانند، همه مؤید تو باشند، همه پشتبان تو باشند و بخواهند که تو را به جایگاهی برسانند و به تو منفعتی برسانند، لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، نمی توانند به تو منفعتی برسانند مگر آن چیزی را و آن نفعی را که الله برای تو مقدر کرده باشد. اگر از جانب مردم به تو نفعی برسد، صرفاً همان چیزی هست که الله برای تو مقدر کرده. پس همون اول از الله متعال بخواه، زیرا که مردم اگر همه جمع بشوند توانایی ندارند که برخلاف رضا و خواسته الله به تو نفعی برسانند یا ضرری برسانند. و این اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبه الله علیک، اگر همه بدخواه تو باشند و همه بخواهند که دست جمعی و یک دست به تو ضرری برسانند، هیچ ضرر و زیانی به تو نمیرسانند مگر همان چیزی را که الله برای تو مقدر کرده باشه. اگر الله برای تو ضرری رو مقدر کرده باشه اون به تو میرسد، وگرنه اگر ضرری از جانب الله برای تو مقدر نباشد، این امت هم، این ملت و تمام مردم نمیتوانند که به تو ضرر و زیانی را وارد بکنند. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم تقدیر برداشته شده، یعنی تقدیر نوشته شده و تمام در لوح محفوظ و در تقدیر تو ثبت هست، نوشته شده. تقدیر تو تغییر نمی کند. قلم تقدیر برداشته شده و تقدیر عوض نمی شود. و جفت الصحف، اون صحیفه‌ای که تقدیر تو رو نوشتن اونم خشک شده.
یعنی همه چیز قبلا فیصله شده و الله متعال همه چیز را مقدر کرده. اگر انسان مسلمان این عقیده و باور را داشته باشد، در تمامی موارد زندگی انسانی شجاع و پرقدرت و با همت خواهد بود. در روایت دیگر که در سنن ترمذی هست، همین روایت با الفاظ دیگر این گونه آمده: احفظ الله تجده امامک. دین الهی را حافظ باش، عامل بر دین باش تا الله را جلوی روی خودت ببینی. تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. در خوشی و شادمانی الله را بشناس تا الله تو را در سختی بشناسد. وقتی که شادمانی مشکلی نداری الله را بشناس، خدا شناس باش تا این که در هنگام مصیبت هم الله تو را بشناسد. واعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک. آن چیزی که از تو دفع شده امکان نداشت که به تو اصابت بکند. مصیبتی که به تو نرسیده امکان نداشته به تو برسد. نعمتی که به تو نرسیده امکان نداشته که به تو برسد. واعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک. آنچه به تو نرسیده ممکن نبود که به تو برسد. و ما اصابک لم یکن لیخطئک. و آنچه به تو رسیده اعم از نعمت یا مصیبت، لم یکن لیخطئک، اون ردخور هم نداشته، امکان نداشته که از تو دفع بشود. واعلم ان النصر مع الصبر. واعلم ان النصر مع الصبر. بدان که پیروزی در گرو صبر و پایداری هست. اگر صبر بکنی به ثمره میرسی. اگر صبر نکنی، از نیمه راه کار را رها بکنی، مطمئن باش که نتیجه هم نمیگیری. و ان الفرج مع الکرب و ان مع العسر یسرا. بدان که فرج و گشایش بعد از سختی هست و همراه با سختی و تنگی یسر و آسانی هم هست. اینها توصیه های بسیار زیبایی هستند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر ما بر اینها عمل بکنیم مطمئناً زندگی ما از این رو به روی دیگر می شود و زندگی ما بهتر می شود. در روایت بعدی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله تعالی یغار و غیرة الله تعالی ان یأتی المرء ما حرم الله علیه. الله متعال هم غیرت دارد، احساس دارد و غیرت الهی این هست که مسلمانی بیاید و کاری را که الله حرام قرار داده اون را انجام بدهد. الله متعال غیرت دارد، غیرت می کند و این هم در مواردی هست که انسانی بیاید برخلاف دستور و رضای الله متعال گناهانی را انجام بدهد. در روایتی که بعد از این آمده، ابی یعلا شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: الکیس من دان نفسه. حدیث بسیار زیبایی هست، گرچه بسیاری از علما این روایت رو تضعیف کردند، گفتند که ضعیف است. امام ترمذی رحمت الله علیه در سنن ترمذی این روایت رو حسن دانسته. می‌فرماید که الکیس من دان نفسه، زیرک کسی هست که خود را مؤاخذه بکند، بازخواست بکند خود را، و عمل لما بعد الموت، و برای بعد از مرگش یعنی برای زندگانی جاودانش کاری رو انجام بدهد، تمام هم و غمش صرفا دنیا نباشد. والعاجز من اتبع نفسه هواها. عاجز و ناتوان کسی هست که در پی خواهشات نفس و هواهای نفس باشد. هرچه نفس و شیطان بر اون املا بکنند اون رو پیروی بکند. و تمنا علی الله الامانی، باز هم امید و آرزوهای زیادی رو دارد که به اونها برسد. تنبلی و سستی میکند، امیدوار هست، آرزو دارد که کاش من بزرگترین عابد دنیا باشم. میخواهد که شاگرد اول باشد و بزرگترین عالم باشد، اما سیر خواب نمیشود.
میخواهد که بزرگترین تاجر و ثروتمند باشد اما کاری رو انجام نمیدهد. والعاجز من اتبع نفسه هواها، ناتوان کسی هست که پیرو نفس باشد، باز هم آرزوهای بلند و بالایی داشته باشد، بدون این که بخواهد کاری رو انجام بدهد منتظر هست که ثمره ای رو و نتیجه ای رو حاصل بکند. و در روایت بعد می‌فرماید که روایت از ابو هریره هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، نشانه زیبایی اسلام یک فرد، نشانه این که فلان انسان مسلمان خوبی هست، مسلمان برگزیده این هست، این مورد هست که ترکه ما لا یعنی موارد لا یعنی را، بیفایده را ترک بکند. انسان مسلمان و مسلمان برگزیده و مسلمان خوب آن کسی هست که امور لا یعنی و بیفایده را که در دنیا یا آخرت برایش سودی را ندارند اون موارد را ترک بکند. پس بنابراین بیاییم همه من و شما قبل از آن که کاری را انجام بدهیم فکر بکنیم و این مطلب را در ذهن خودمان داشته باشیم که آیا این کار در دنیا یا آخرت برای ما منفعت درستی را دارد یا خیر. اگر منفعت صحیحی را داشت آن را انجام بدهیم، وگرنه از انجام چنین کاری که هیچ سود دنیوی یا اخروی ندارد پرهیز بکنیم و این انشاءالله سبب می شود که ایمان ما و اسلام ما کامل بگردد و سبب نجات ما در دنیا و آخرت باشد. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله